مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از هلاکت 5 نفر در 3 صدمه روزهای 29 و 30 ینور سال 2024 خبر داد. از جمله شام 29 ینور سال 2024 تخمینا ساعت 18:00 دقیقه راننده ماشین تمغه آودی 6 دوستوف محمد یوسف صاحب جانویچ سال 1997 ساکن نویه شهرینو در شورای دوشنبه ترسونزاده در حدود نویه شهرینو از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیاده‌گردان رحمت و سیرم سال 1945 رحمت و حلیمه سال 1978 و نابالغ رحمت و فرزانه سال 2009 ساکنان نویه شهرینو را پخش نموده است. در نتیجه هر 3 عضو یک عائله در جای حادثه به هلاکت رسیدند. وزارت کارهای داخلی گفت راننده اودی بدون حجت رانندگی بود. شب 29 ینور سال 2024 تقریبا ساعت 23:30 دقیقه راننده ماشین تمغه خوندای بردیف عظیمبک سال 2001 ساکن شهر ترسونزاده هنگام حرکت در شورای دوشنبه ترسونزاده در حدود جماعت دیهات سه‌شنبه شهر ترسونزاده از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده با قسمت پیش ماشینش به بتون‌های خرد احاطه‌ای کنار راه برخورده